بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در این شب‌های سرد مهمان کانون گرم خانه‌های شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترم برنامه نیز جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سوالایی که از SMS پرسیدین برنامه را آغاز می‌کنیم و همچنین راه‌های مختلف وجود داره. ان شاء الله تماس تلفنی حتی از طریق فیسبوک حتی میتونین که سوالاتون رو مطرح بکنین، چون برنامه الان به صورت زنده از فیسبوک نیز پخش میشه از کانال وصال. این فیسبوک کانال وصال. جناب مولانا بیننده پرسیدن که حکم رفتن سر کار برای زنها چیست؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. زن همانند مرد یک سری نیازهای مادی دارد که باید تأمین بشود که در مرحله اول و به صورت اصولی شریعت اسلامی مرد را موظف کرده که مخارج زندگی زن را و نیازهای مادی و معنوی زن را و همسرش را باید تأمین بکند. این وظیفه مرد هست که باید هزینه زندگی و مخارج زندگی رو تأمین بکند و در اصل وظیفه زن مدیریت داخل منزل هست، تربیت فرزندان هست که خودش یک کار بسیار سخت و دشوار و وقتگیری هست. منتها اگر یک زنی واقعا نیاز داشته باشد برای امرار معاش خودش و مجبور باشد که کار بکند، سرپرستی نداشته باشد یا به طور مثال حتی مثلا درآمد شوهرش کفایت نکند، در این زمینه ممنوعیت شرعی وجود ندارد. یعنی زن هم میتواند که همانند مرد کار بکند، منتها با توجه به موقعیتی که زن و مرد دارند، تفاوت‌هایی که زن و مرد با هم دیگر دارند، مسئولیت‌هایی که بر دوش زن و مرد به صورت جداگانه گذاشته از یک سری معیارها و یک سری ضوابطی در این زمینه وجود دارد. مورد اول این که اگر واقعا زن نیاز داشته باشد برای کار، برای امرار معاش خودش یا خانواده خودش یا اینکه درآمد شوهرش کفایت نکند و مجبور باشد، در این صورت اشکالی ندارد. پس بنابراین شرط اول نیاز هست. اگر خانومی نیاز ندارد برای کار کردن و به صورت کامل تأمین هست، در این صورت به زندگی داخلی خانواده و وضعیت داخلی خانواده رو مدیریت بکند، این اولاتر و بهتر هست. و مورد دوم این که کاری که زن انجام میدهد و شغلی رو که انتخاب میکند باید یک شغلی باشد که متناسب با ساختار جسمانی و روحی و روانی زن باشد. مانند این که به طور مثال برای تدریس باشد، برای کارهایی مانند خیاطی و گلدوزی و بقیه مواردی که هستند که سازگار با طبیعت زن هستند. و مورد دیگر این که کار زن نباید در جایی باشد که یعنی اختلاط در آنجا هست، یعنی سر و کارش با مردان باشد، مجبور باشد که در طول روز در کنار یک مرد بشیند یا اینکه با مردانی در واقع سر و کار داشته باشد
و مورد دیگر این که عمل و کار زن در حدی نباشد که مجبور باشد که کارهای حرام دیگری رو در این ضمن انجام بدهد. به طور مثلا مجبور باشد که بدون محرم سفر بکند، یا اینکه کارهای به اصطلاح ناجایز دیگری اگر ضمیمه این کار باشند، خروج از منزل باشند، مانند خارج شدن با عطر، خارج شدن بدون حجاب شرعی، قطعا اینها در واقع تأثیری در این حکم دارند. و همچنین زن هیچ وقت نباید که وظیفه اصلی خودش را و جایگاه اصلی خودش را در زندگی مشترک و زناشویی فراموش بکند. مدیریت داخلی منزل در واقع وظیفه زن هست، مدیریتش با زن هست. اگر کار بیرون از منزل مساوی هست با این که نمیتواند که امور داخلی منزل را در واقع مدیریت بکند، به فرزندان و شوهرش رسیدگی بکند، در این صورت ضرورتی برای این که بیرون از منزل کار بکند وجود ندارد. به صورت کلی جایز هست که زن بیرون از منزل کار بکند، منتها باید این سری ضوابط و حدود شرعی رو حتما مراعات بکند. سپاسگزارم از شما. بیننده پرسیدن که گفتن به جان من و به مرگ من با عنوان قسم آیا درست است یا نه؟ قسم خوردن صرفاً با نام و صفات الله متعال جایز هست. به غیر از نام و صفات الله متعال قسم خوردن به چیز دیگری ولو این که به اصطلاح یک نوع قداستی رو داشته باشد جایز نیست. به طور مثال قسم خوردن به مسجد مثلا از نظر شرعی جایز نیست، یا قسم خوردن به جان یک فردی، به روح و زندگی یک فردی، به مرگ یک فردی که معمولا رواج است در میان مردم. تمام این موارد قسم‌های ناجایزی هستند و از نظر شرعی درست نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کسی چاری جز قسم خوردن ندارد با نام الله متعال قسم بخورد و وگرنه ساکت بشه، یعنی سکوت بکند و نیازی به قسم خوردن نیست. و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من حلف بغیر الله فقد اشرک. هر کسی که به نام غیر الله متعال قسم بخورد در واقع دچار شرک شده، گرچه این شرک در حد یعنی شریک قرار دادن برای الله متعال نیست، یعنی شرک اکبر نیست، شرک اصغر هست، یعنی در حد یک گناه هست، اما به هر صورت یک کار ناجایزی هست و انسان باید فقط به نام الله یا صفات الله متعال قسم بخورد. به جان یک کسی، به مرگ یک کسی، به سر فلانی، به جان فلانی، اینها تمام قسم های ناجایز و حرامی هستند که انسان باید از این موارد پرهیز بکند. جزاکم الله خیر. در همین زمینه به عنوان حالت قسم وجود داره اگر کسی بخواد یک کار گناهی انجام نده یا یک کار مهمی انجام نده، بگه اگر من این کار انجام دادم زنم طلاقه، آیا زن طلاق میشه یا قسم؟ این مورد جز قسم به طلاق هست، یعنی خودش یعنی هدف طلاق دادن نیست، بلکه قسم خوردن به یک امر سنگینی هست مانند طلاق که معمولا متاسفانه در بسیاری از جوامع یعنی در حدی یعنی به اصطلاح دین ارزشش پایین اومده و دیانت مردم ضعیف هست که اگر کسی به نام الله متعال قسم بخورد از اون باور نمیکنند، حرفش رو قبول نمیکنند و میگن که زن طلاق بخور، یعنی قسم به طلاق بخور، که قسم خوردن به طلاق همون گونه که عرض کردم یعنی قسم به غیر الله متعال هست و کار ناجایز و حرامی هست، به هیچ عنوان چنین چیزی جایز نیست. و اگر کسی قسم خورد یا مثلا تعبیرش این بود که اگر فلان کار رو انجام دادن، تفاوتی نداره هر کاری باشد، چه کار مباحی باشد یا کار حرامی باشد، اگر فلان کار رو انجام دادم یا انجام ندادم بگوید که زنش مثلا طلاق هست، این قسم به طلاق شمرده می شود و نه طلاق معلق. طلاق معلق نیست، زیرا هدف در اینجا طلاق دادن نیست، بلکه اثبات به اصطلاح صداقت خودش هست، اثبات عزم و اراده خودش هست که من این عزم و اراده رو دارم که اگر فلان کار رو کردم زنم طلاق باشه، به این معنی که به هیچ عنوان این کار رو من انجام نمیدم. پس بنابراین این قسم به طلاق هست و طلاق شرعی شمرده نمی شود و در این صورت اگر این کار رو هم انجام داد زن طلاق نمی شود، فقط همان کفاره قسم رو باید پرداخت بکند، یعنی به 10 مسکین باید غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد، برده‌ای که وجود نداره برای آزاد کردن، و در مرحله بعدی اگر توانایی مادی نداشت 3 روز روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که اگر یک زن برای همه مردم تبلیغ کند و مردهای نامحرم صدای او را بشنوند، آیا آن زن گناهی بر او هست یا نه؟
اصل بر این است که یعنی بدون نیاز به اصطلاح نباید چنین کاری انجام بگیرد و این اصل در موارد مواعظ شرعی هست. به این خاطر هست ما می‌بینیم که خطبه و سخنرانی هایی که در طول تاریخ بوده در نماز جمعه و بقیه مواردی که هست بیشتر کار مردان بوده نه کار زنها. و مسئله‌ای که در اینجا مطرح هست در مورد اختلاف در روی این که آیا صدای زن به صورت کلی آیا عورت هست یا عورت نیست. اگر معتقد باشیم که صدای زن عورت هست پس بنابراین در هیچ جا نباید شنیده بشود. اما قول راجح انشالله در این زمینه این است که صدای زن به صورت اصلی عورت نیست. خود صدای زن در واقع عورت نیست و الله متعال این زن را از صحبت کردن در مجالس عمومی یا در حضور مردان منع نکرده، بلکه آن چیزی رو که به اصطلاح منع کرده همون با ناز و کرشمه صحبت کردن هست. وگرنه ما می‌بینیم که مردان هم می اومدند از پشت پرده از امهات المؤمنین مسائل شرعی خودشان رو سوال می‌کردند و در طول تاریخ هم ما داریم که زن‌های محدثه‌ای بودند، علمایی بودند که واقعا اهل فتوا بودند و فتوا میدادند و صدایشان رو مردان هم میشنیدند و الله متعال به زنها توصیه کرده و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگر لازم بود که از زنی شما مسئله رو سوال بکنید و خصوصا که آیه ناظر بر امهات المؤمنین هست، الله متعال میفرماید فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده با اونها صحبت بکنید. یک مسئله علمی هست یا هر موردی باشه که نیاز هست که از زن بشنوید یا زن به اصطلاح نیاز دارد که این حرف رو به کسی دیگر بگوید، این باید از پشت پرده باشد، یعنی به صورت حضوری که به اصطلاح کشف حجاب باشه و به اصطلاح همدیگر رو ببینن، نه بلکه از پشت پرده میتوانند با همدیگر در مواردی که ضرورت هست و نیاز هست باید صحبت بکنن. اما چیزی که شریعت منع کرده صحبت کردن با ناز و کرشمه هست. آن گونه‌ای که انسان با زن با شوهر خودش صحبت می‌کند، با فرزندان، با پدر و مادر و محارم خودش صحبت می‌کند با ناز و کرشمه، از نظر شرعی جایز نیست که با مردان بیگانه یا در جایی که مردان بیگانه صداش را میشنوند این گونه نباید صحبت بکند. الله متعال می‌فرماید فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا، که زنان مسلمان اجازه ندارند که با ناز و کرشمه صحبت بکنند، زیرا که تمام مردان یکسان نیستند. برخی از مردان دلهای بیماری رو دارند، در طمع میافتند و در گناه میافتند، بلکه زن اگر نیاز بود که سخن بگوید بسیار عادی و بدون ناز و کرشمه و بدون کشیدن صدا در واقع صحبت بکند. و همچنین ما در احکام شرعی میبینیم که بسیاری از موارد رو از زنها در واقع الله متعال اونها رو معاف کرده، مانند از نه بر زن نه اذانی هست و نه اقامه‌ای هست و حتی در مورد تسبیح گفتن در نماز، یعنی به تعبیر فتح دادن امام در صورتی که امام اشتباهی رو به اصطلاح رخ بده در نماز، اگر زنها و مردای پشت سر بودن، حکم شرعی این است که مثلا مرد با صدای بلند میگه سبحان الله یا الله اکبر، تسبیح میگه یا تکبیر میگه، به خاطر اینکه امام متوجه بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من رابه شیء فی صلاتی فلیسبح، اگر کسی در نمازش یک اشکالی پیش اومد تسبیح بگوید. این اگر متوجه شدید که امام اشتباهی انجام داد در قرائت خودش، در رکوع و سجده و در قیام و قعود خودش، ما تسبیح بگویید. و در ادامه این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند و انما التصفیق للنساء، تصفیق دست زدن برای زنها هست. یعنی اگر در جماعت زنهای حضور داشتند و هم مرد بود و هم زن بود، بالفرض مردها متوجه اشتباه امام نشدند، اگر زنها متوجه شدند، حکم شرعی این است که تصفیق بکنند، یعنی دست بزنند، این به اصطلاح دست رو پشت دست دیگر بزنند تا صدایی به اصطلاح تولید بشه و امام متوجه بشود که اشتباهی رو انجام داده در این زمینه. اما مردها تسبیح میگویند. پس بنابراین این به اصطلاح روایات دلالت بر این دارد که زن بدون نیاز نباید سخن بگوید. اما اگر در جای نیازی بود و که باید سخن بگوید، آن موارد شرعی رو باید مراعات بکند، بدون ناز و کرشمه صحبت بکند، در این زمینه اشکالی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که حنا زدن برای مردها جایز است یا نه. در یک کتاب به نام قصه های شیرین محمدی
نوشته شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که زخمی می شدن بر روی زخم خود حنا می زدن. اصل به اصطلاح حنا زدن در عرف و عادت و همچنین در روایاتی که ما از نظر تاریخی داریم، در روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ثابت است، به اصطلاح حنا زدن زینت زنها و بانوان هست. در طول تاریخ بانوان زینتی برای مردان این تعریف نشده و عملا این گونه نبوده که حنا یک زینتی برای مردان باشد، بلکه مخصوص زنها بوده. در این زمینه روایتی هست که امام ابو داود و نسائی روایت کردند که یک روز یک زنی از پشت پرده یک نامه ای رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم داد و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون دستی رو که از پشت پرده بود اون رو گرفت، لمس کرد و بعد از این فرمودند که ما ادری اید رجل ام ید امرأه، من متوجه نشدم، اصلا نمیدونم که این دست زنی بود یا دست مردی بود. از پشت پرده گفتن نه این دست زنی بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لو کنت امرأة لغیرت اظفارک، که اگر که زن بودی خب ناخناتو تغییر میدادی. یعنی منظور این که اگر زن بودی حتما آرایشی استفاده میکردی، با حنا دستت یا ناخنهایتو به اصطلاح رنگ میکردی تا اینکه متوجه بشه که این به اصطلاح دست مرد با زن به اصطلاح متفاوت باشه. از این روایت معلوم میشود که به اصطلاح استفاده کردن حنا به صورت یک آرایش و زینت این مخصوص زنها هست، نه به اصطلاح برای مردان. و بسیاری از فقها یعنی در این زمینه فتوا دادن، چون که حنا زدن یک نوع تشابه بین به اصطلاح در میان زن و مرد هست، چون که حنا اساساً زینت بانوان هست و اگر مردی حنا استفاده بکند در واقع تشبه به زنان شده و تشبه به زنان از نظر شرعی حرام هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم زنان مردنما و مردان زننما را نفرین کردند. یعنی این نفرین دلالت بر حرمت میکنه که یعنی از نظر شرعی جایز نیست که مردان خودشون رو به شکل زنان در بیارند یا زنان خودشون رو به شکل مردان در بیارند. برخی از فقها با استدلال از این روایت معتقد بر این هستند که استفاده حنا برای زنان در واقع برای مردان حرام هست، به این دلیل که حنا زدن زینت مخصوص بانوان هست. درست. اما عملا ثابت شده که یعنی مردان به صورت زینت و آرایش اینو استفاده نمی کنند و بالفرض اگر در برخی از جوامع بگونه‌ای باشد که هم حنا رو هم مرد استفاده می کند هم زن استفاده می کند، منتها در کیفیت استفاده کردن با هم دیگر متفاوت هستند. مثلا در برخی از جاها رسم هست که وقتی که عروسی می کنند داماد رو فقط انگشت کوچکش رو مثلا یک مقدار رنگ می کنند، فقط یک به اصطلاح انگشت هست، یا مثلا کف پایش را رنگ می کنند و حنا می بندند. این از نظر شرعی به نظر من منافاتی نداره و تضادی با اون روایت تشابه با زنان نداره و اساسا این تشابه با زنان نیست، زیرا که معمولا در عرف و عادت حنایی رو که زنان استفاده میکنن متفاوت هست از حنای مردان. یعنی نحوه استفاده کردنش، اشکالی که از اون استفاده میشه، به طور مثال پشت دست مثلا استفاده میشه یا حتی اگر کف دست استفاده بشه یک طرحهای خاصی هست. اما حنایی که مرد استفاده میکنه ولو اینکه برای دست یا برای پا باشه که حنای یک نواختی هست و این به نظر من تشابهی با مردان با زنان در این مورد شمرده نمی شود و نمیشه که در این مورد هم یعنی فتوای حرمت قطعی رو صادر بکنیم. اما در مورد دیگر مانند این که بر اساس نیاز باشه، به عنوان یک دارو استفاده شده باشه و برای به طور مثال دفع گرمی یا هر مورد دیگری که باشه، باز در این زمینه اشکالی وجود نداره. یعنی بدون هیچ گونه کراهت و بدون هیچ گونه ممنوعیت شرعی مردان می توانند که حنا را به عنوان یک دارو و درمانی برای بیماری استفاده بکنند و هیچ گونه ضرر و زیانی از نظر شرعی برای اونها در واقع ندارد. فقط آن چیزی که در اینجا ملاک هست این است که نباید که مرد خودش رو شبیه به زن به اصطلاح بکند و در این زمینه حنایی رو که دقیقاً مانندی که زنها استفاده میکنند با اون طرح و با اون اشکال استفاده نکنند. اما در مورد این که در سوال اومده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این استفاده
استفاده کرده بودن. من این رو به خاطر ندارم، در جایی به خاطرم نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصطلاح حنا رو بر دست و پای خودشون استفاده کرده باشند. منتها در مورد حجاب وارد شده که هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد رنگ کردن مو فرمودند که به اصطلاح رنگ ها موهایتون رو تغییر بدید. این سنت هست، یعنی مویی که سفید هست سنت هست که یعنی سنت قولی رسول الله صلی الله علیه وسلم. خودشون عملا این کار رو انجام ندادن، یعنی اصلا موی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم به حدی نرسیده بود که ایشون خضاب بزنن و حنا بزنن ببندند محاسن مبارکشون رو. اما از نظر شرعی این اشکال نداره، جایز هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کردن تعدادی از اصحاب رو مانند پدر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و برخی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خضاب می‌بستند، یعنی حنا بستن سر و ریش از نظر شرعی برای مرد هیچ گونه اشکال شرعی نداره. بحثی که در اینجا وجود داره فقط حنا بستن روی دست و پا به صورت یک آرایش هست و عرض کردم در صورتی که تشابه با زنان نباشه از نظر شرعی هم اشکالی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان رو زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن لطفاً سوالاشون رو آماده داشته باشن، بعد تماس بگیرن. سوالام به صورت مختصر باشه. همچنین بینندگان میتونید که از طریق فیسبوک هم سوالاتون رو در زیرنویس در خود فیسبوک در تعلیقات به قول معروف همونجا کامنت بذارین و سوالاتون رو مطرح بکنین، ان شاءالله یادداشت خواهد شد. تشکر میکنم از شما. بیننده پرسیدن که گوش دادن به موسیقی چه حکمی دارد؟ از نظر شرعی به اصطلاح گوش دادن به موسیقی یا ترانه‌هایی که همراه با موسیقی هست به عنوان لهو الحدیث یا به عنوان مزمار شیطانی، صدای شیطانی از اون تعبیر شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم آلات طرب و معازف را به صورت کلی جز موارد حرام برشمردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در آخر زمان اقوامی خواهند آمد که یستحلون الحر والحریر والمعازف، که زنا را و پوشیدن ابریشم را و همچنین معازف را که ابزار موسیقی هست اینها را حلال می‌دانند. بنابراین روایت و روایت دیگری که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده شنیدن موسیقی و عادت کردن به صدای موسیقی از نظر شرعی حرام هست و تا جایی که برای انسان میسر هست باید از این مورد پرهیز بکنه. درست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان آماده است و اولین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم استاد عباسی. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید یک سوال دارم، وقتی گذشته هم میره تکرار کردم. فرق بین آذان و اقامت در جملات، مثلا در آذان 4 بار الله اکبر گفته میشه و اشهد ان لا اله الا الله، در اقامت 2 بار. درست. فرقش پرسان کردم و صرف محترم دیقان صاحب گفت که چی است وقت است، اما از خاطر جملات تا جملات در چی 4 بار است در آذان گفته شه یا 2 بار گفته میشه؟ در اقامت 2 بار. آیا همه طور است یا شکل دیگر؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بر مولانا عبدالقدوس دیقان. سلام و رحمت الله. یه سوال داشتم. ما تو افغانستان بعضی از مردم ها خونه رو گیرو میگیره، یا خونه یا مغازه، بعد اونو میده کرایه. اون سوده یا نه؟ از یه نفر مثلا من یه خونه رو از شما گیرو میگیرم بعد میدم به یه نفر دیگه به کرایه، اون سود میشه یا نه؟ سوال داریم مولوی؟ مدرسه کنه خسته نباشه. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بیننده گرامی شما رو خط هستین، صحبت کنین. سلام علیکم استاد گرامی، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید من یه سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. ببخشید وقتی خانم‌ها مثلا کودک شیرخوار دارن حدود 2 ماه یا 3 ماه مثلا این شب پرش خوابیده
شب مثلا یا دست یا پا مثلا میاد روی این فوت میشه، در اثر فوت ازی مثلا این میگن بعضی میگن 2 ماه پی روزه باید بگیره. این حکم ازی چی است؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ این سوال من واسه داره شما. بله بله. خدا نگهدار شما. یه سوال. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشین. ممنون از برنامه خوبتون. سلامت باشین. من سوال یه سوال شریعتون؟ داشتم از جناب مولانا. رضا هستم از تهران. بفرمایید رضا. من در مورد این رفت آمد خویشاوندی من، مثلا برادرم یا خواهرم شغلشون کارمند بانکه، من خودم مثلا چند سال تغییر عقیده دادیم و اهل قرآن و سنت شدیم. اونا هنوز عقیده سابق شیعه خودشون هستن. حالا معتدلن مثلا، ولی به یه سری چیزا که من اعتقاد دارم اونا اعتقاد ندارن. مثلا شغل اونا کار بانکه، ما با هم رفت آمد داریم، اونا هم دیگه میریم میگیم غذا هم دیگه میخوریم، کادو میگیریم، از این چیزا هدیه میگیریم. میخواستم ببینم این اشکالی داره حکم شیعه چجوری از جانب مولانا میخواستم در این رابطه با اون به قول گفتن یه توضیح بدم. دستتونم درد نکنه، برنامه خوبه. سلامت باشه. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله. من یک سوال داشتم. آیا امی سدیس میتونم نام یک طفل سدیس بنه؟ سدیس نام فامیلی است. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر می‌کنم. سلام علیکم. باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای شما و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خصوص بهتان. ما سوالم یک کمک دور به دراز است، خلاصش کوشش میکنم که مختصر بسازمش. من گفتم که اگر بنویسین بهتره، این تو خلاصه هم باشه. بفرمایید. باشه، خلاصش میکنم. ما اجرات کردیم در استرالیا 10 سال یا 15 سال پیش بود، در افغانستان رادیو را گرفته بودیم، مثل برنامه شما باره پاسخ و پرسش سوال شرعی بود. یکی از بینندگان پرسان کردن از او عالم در او وقت که کسی که اجرات میکنه در ملکای کفری وقتی که اونا فوت میکنن یا میمرن و به حساب روز محشر از جمله مسلمان ها به حساب بلند میشه، نشر میشه یا جمله کفار. در اون مورد اونا چندین حوادث گفتن که از یادم رفتن. اگر جناب مولانا صاحب در مورد هذه هجرت بر ما یا بر بینندگان اگر مفصلا جواب بدن خوشحال میشیم، چون خودمان زندگی میکنم اصلا به حساب تصمیم قلبی خودم برای اقامت دائمی نیست، چون من از افغانستان هستم. تصمیم میسته که کده خیر وطنم آرام شود و اینجا به خاطر یک زمینه کار و روزگار که آمدیم میخوایم که برم. تصمیم یعنی اقامت دائمی ندارم، اگرچه اقامت از این مملکت دارم. از نگاه شرعی اگر جناب مولانا در این مورد مفصل جواب بدن از نگاه شریعت دین غرای محمدی بسیار زیاد خوشحال میشه. انشاءالله. تشکر از شما. سپاسگزارم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. مهدی هستم از اردبیل. آقا مهدی در خدمت شما هستم. سوال شهریتون؟ بنده یه سوالی داشتم از خدمت. بله بفرمایید. سوال شهریتون؟ به این خاطر بود که حکم منکر اجماع چیه؟ علما گفتن که کافر هستش، از جمله ابن تیمیه. خواستم ببینم این درست هستش یا نه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما.
بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. صدای شما بسته. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق؟ وصال حق و سوال شهریتون لطفاً. امین نیستم از آلمان. در خدمت شما هستیم. بله. بفرمایید. سوال فقهی اگر دارین، شرعی دارین بفرمایید. والا همین سوال فقهی همین بود، وقتی آدم بعد از آدم خالی میشه لباسی که زیر داره بی نماز میشه نمیشه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله سوالی من همین. درست. تشکر از شما. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. من می‌خواستم با مولوی صحبت کنم. صدای شما وصله و لطفاً صحبت کنید. بله گرامی سوالتون رو لطفاً بپرسین. صدای شما وصله. من کاویان هستم از سیستان بلوچستان. در خدمت شما هستیم. بپرسین سوال شریعتون. برنامه خوبتون دعا کنید. تشکر از شما. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنید. الو بفرمایید. وصال حق؟ وصال حق و سوال شرعیتون. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقا اگر زنی یکم گیری زنی دیون گیری زنی یکم به طاقت باشد و چیکار به چیکار خود مصلحت کردن است؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستم بخیر خیریت. سلامت باشین. سوال شرعیتون؟ من یک سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. اگر وقتی که انسان به جای نماز استاده پیش از ذروه اگر دستار به سجده در شریف چی مشکل داره؟ در حالت نماز ایستاده چیکار کنه؟ وقتی به نماز استاده که پیش از که زنوها بدون بگذاره دستار بگذاره چی مشکل داره؟ ها قبل از زانو دستار بذاره. بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر نه خیر. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. ظاهراً تماسشون مشکل داشت. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. همین نماز ذکر چه خونه مقصد نیست نماز شام یک قد یا دو قد یا یک تایید خونده میشه یا دو بار تایید خونده میشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. تشکر از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. سلام علیکم بفرمایید. از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدین. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
بینندگان ما منتظر شما هستیم، صحبتتون ادامه بدین. زارن بعدی بگیریم بهتر. هستین با ما؟ الو بفرمایید. برادر گرامی شما از گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین چون صدا از تلویزیون دیرتر میاد. ما همیشه از شما بینندگان خواهش میکنیم که این نکته رو مراعات بکنید چون که همیشه صدا دیرتر شنیده میشه از تلویزیون. ظاهراً متوجه نشدم بیننده. آخرین تماس رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید یک دو سوال داشتم از استاد، مثلا میخواستم درباره زمین کمی توضیح بدم. بفرمایید. سوال اولتون درباره کفاره قسم 10 نفر توان داده میشه، یه روز کامل باشه صبح و نهار و شام یا یک وقت تنها؟ بعد سوال دوم، مقدار پول در مغازه گذاشتن و مغازه‌دار به خاطر از اینکه برای دیگرها سود تعیین کردگی است، مثلا چند فیصد هر کس گفته، ولی ما برای گذاشتم گفتم که هر مقداری که از فایده از میشوم اون مقدار فایده رو برای ما بده، سود نمیخوام. آیا این چیزی که ما از مغازه والا میگیریم برای ما فایدهش حلال است یا نه؟ درست. یعنی شما گفتین که سود نمیخوایم، فقط فایده رو میخوایم. من گفتم مقدارش تعیین نمیکنم، مثل به دیگرها شما تعیین کردین، من نمیخوام تعیین کنی، فقط از فایده پولم برام. درست. چیزی که میشه بدی. سوال واضح شیخ. انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. تشکر از شما. بینندگان عزیز، یک میان برنامه میبینیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشیم. هنا بدأت الحكاية وما زالت فصول الرواية تحكي قصة شعب صامد وجرح نابض، قصة أرض مخضبة وحجارة مناضلة ودماء تروي أشجار فلسطين. كانوا في عيش رغيد تخرج لهم الأرض نبتها مدرارا، ويأخذون رزقهم من البحر صيدا وإبحارا. كانوا في عيش ينعم به ربهم عليهم، يغدون خماصا ويعودون بطانا، لا يمنعهم من لذة عيشهم عدو غاصب ولا يهودي محتل. وفي ليل الظلم البهيم وفي حالة من غفلة الأمة وتفككها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خلال هذه الغفلة هجم العدو المحتل الغاصب، فاشتغل في البلد سرقة ونهبا واغتصابا وتهويدا، رمل النساء ويتم الأطفال وشرد الناس، وأصبح الوطن الذي كان وطنا قريبا أصبح وطنا سليبا. لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، مزقوا الأرحام وفرقوا الناس وشتتوا الأوطان. بعدما كانوا في بيوت وأوطان أصبحوا في خيام في غير أوطان. بعد الجدة والغنى أصبحوا في فقر وحاجة. يعني في إنسان بإنسان مسقط رأسه، لا إنسان مسقط رأسه مهما كان الأمر، مهما حصل معه مثلا تغير الوضع من لا غنى لا كذا لا بدور ولا بنت، كل هذا برمي وراه
وبنساش فلسطين أبدا، لا تنتسى. يمر الزمن ولم يكسر في نفوسهم حب العودة إلى فلسطين. لا يزال الأب يزرع ذلك في أطفاله، يزرع في أطفاله حب فلسطين، وهي التي لم يروها إلا صورا على الجدران أو صورا في الجرائد والمجلات، لم يروها إلا صورا وأحاسيس في قلوب آبائهم وأجدادهم وجداتهم. وهنا تعلقت قلوبهم ببيت المقدس، وهناك رجال ونساء يرابطون، حيث الصلاة ب500 صلاة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يحمون المسجد الأقصى من أي اقتحام أو تدنيس أو رجس أو أمر يضره، حيث الصلاة هناك ب500 صلاة. هناك في أكناف بيت المقدس لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هناك في أكناف بيت المقدس حيث الفئة المنصورة والفرقة الناجية التي يؤيدها الله تعالى وإن خذلها الناس. وهم في رباط إلى يوم الدين، يدفعون الأرواح ثمنا والدماء فداء. شهيد يتلوه شهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللون لون الدم والريح ريح المسك، يورثون الشجاعة والبطولة لأجيالهم، يورثون لأجيالهم النصر والعزة والتمكين. توافد على حياة السجن الآلاف المؤلفة من أبناء شعبنا الفلسطيني، حتى أن تجربة الشعب الفلسطيني في هذا السياق يعني وضمن الأعداد والإحصاءات اللي تم إحصائها ما يقارب 1,000,000 فلسطيني دخل السجون الاحتلال الصهيوني. وهذا يعني أن كل بيت وكل أسرة فلسطينية عاشت حالة الأسر بكافة تفاصيلها وتمتلك التجربة والخلفية عن هذا الأمر. يحاربون في أرزاقهم، في معيشتهم، في حياتهم، تهدم بيوتهم، يشرد أولادهم، ترمل نساؤهم، يضيق عليهم، حتى صاروا ينتقلون من بلد إلى بلد، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. هكذا قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل، توجهوا إلى القدس، إلى فلسطين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هكذا قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها فلسطين مهد الأنبياء ومهبط الوحي الأول. فيها المسجد الأقصى، فيها أكناف بيت المقدس، فيها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إنها فلسطين، لا يجوز أن ننساها، لا يجوز أن تغيب عن كلامنا، لقاءاتنا، مجالسنا، جهادنا. إنها فلسطين، ينبغي أن تظل الأجيال تذكرها، تذكر اغتصاب إسرائيل لها،
إنها فلسطين. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که البته گفتن هفته قبل هم سوال پرسیدن که فرق بین اذان و اقامه در تعداد کلماتی گفته می شود چیست؟ در مورد تعداد به اصطلاح الفاظ و کلمات اذان و اقامه نظر جمهور اهل سنت و الجماعت در این زمینه این است که اذان به اصطلاح تکرار دارد، مسنا هست، دوبار تکرار می شود، اما اذان به صورت فرادا هست، یعنی یک بار در واقع جملات اذان گفته می شود. این مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت هست. امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی که در این زمینه روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که روایات هم صحیح است در این زمینه، که من جمله روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به بلال امر کردن، امر بلالا ان یشفع الاذان و یوتر الاقامه. روایت صحیح بخاری و مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون دستور دادند که اذان را به صورت شفع، یعنی دوبار تکرار بکنند و اقامه را یک بار تکرار بکند و این مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت است. و یکی دیگر از توجیهات این مسئله رو هم این ذکر کردند که چون که اذان اساساً برای اعلام وقت هست، برای اعلام وقت نماز است تا مردم حاضر بشوند، مناسب تر هست که تکرار بشود، دوبار گفته بشود تا اینکه طولانی تر بشود، مردم بهتر بشنوند. اما اقامه چون که مردم همه در مسجد جمع هستند و برای اعلام شروع نماز هست و همه در واقع آمادگی دارند برای نماز، همون یک مرتبه گفتنش در واقع کفایت می‌کند. گرچه اصل در این زمینه همون که عرض کردم روایتی هست که حضرت بلال را رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که اذان را دوبار و اقامه را یک بار در واقع بیان بکنند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در میان اذان و اقامه تفاوتی وجود ندارد. این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، یعنی تعداد کلمات اذان و اقامه با هم یکی هست و همان گونه که در اذان تکرار وجود داره، شفع و به صورت جفت گفته می شود و کلمات اقامه رو در واقع هم این گونه بیان می کنند، به دلیل روایتی که امام ترمذی رحمت الله علیه اینو در سنن خودشون ذکر کرده که کان اذان رسول الله صلی الله علیه و سلم شفعا فی الاذان والاقامه. در این روایت اومده که اذان رسول الله صلی الله علیه و سلم شفع بود، یعنی به صورت جفت بود، هم در اذان و هم در اقامه. اما با توجه به این که این دو تا حدیث رو کنار هم دیگر بگذاریم، گذشته از این که روایتی که در سنن ترمذی اومده که اذان به صورت شفع و اذان و اقامه هر دو تا به صورت شفع بودن، در سندش انقطاع وجود داره، یعنی روایتی هست که از نظر سندی اشکال داره و روایت اولی که مستند جمهور علمای اهل سنت و الجماعت است، اون روایت صحیح هست و در متفق علیه هست، در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست و در بالاترین درجه صحت قرار دارد. پس بنابراین اولاتر این است که بر رأی و نظر جمهور اهل سنت و الجماعت عمل بشود، یعنی قول راجح این است که تعداد کلمات اذان به صورت شفع هست و جفت گفته می شود و اذان به صورت فرادا. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
داره بنابر روایتی که در سنن ترمذی هست. عرض کردم که بین اذان و اقامه تفاوتی رو قائل نیستند. در هر صورت هم اذان و هم اقامه یک فلسفه خاصی رو دارند و بر هر دو عمل می شود. این اگر اذان رو به صورت همان گونه که زوج و به صورت شفع گفته می شود، اگر اذان هم به همان گونه گفته بشود، قطعا اون فلسفه اذان و اقامه هر دو تا در واقع برای مردم فراهم می شود و مردم می دانند که این اذان هست و اون یکی دیگر اقامه هست. یعنی اگر کسی مخلد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و اذان و اقامه رو به یک صورت به اصطلاح بخواند، از نظر شرعی اشکالی وجود نداره و دلیلشون هم عرض کردن. اما اولاتر و بهتر قول جمهور اهل سنت و الجماعت هست و دلیلشون هم از نظر حدیثی قوی تر هست. جزاکم الله خیر. اگر کسی خانه یا مغازه‌ای را گرو بگیرد و آن را به دیگری کرایه دهد و سود از آن بگیرد، آیا درسته؟ از نظر شرعی کسی که خانه ای را اجاره کرده، من توضیح دادم بارها که این صورت رهن گرفتن از نظر شرعی یک کار به اصطلاح یک پدیده جدیدی هست و با اصول شرعی سازگاری نداره و زیرا که این رهنی که به اصطلاح در مقابل خونه میدند و در خانه در مقابل خونه یا در مقابل یک مغازه یا زمینی میدهند که در اون طرف مقابل یعنی صاحب مغازه و زمین از آن استفاده میکند و در عوض اون به اصطلاح مستاجر هیچ گونه به اصطلاح کرایه رو پرداخت نمیکند، این جزء مفهوم به اصطلاح ربا شمرده میشود. ربایی به تعبیر این نیست که سودش به اصطلاح کم و زیاد بشود، به این معنی هست که قرضی رو داده و از قرض یک منفعتی عایدش می شود. برخی از فقها این رو در مفهوم به اصطلاح ربا داخل کردن و این رویه شرعی نیست. اما حکم این که یک فردی یک زمینی را یا یک مغازه‌ای را اجاره کرده، به تعبیر ایشون رهن کرده و دوباره آن را به شخص دیگری اجاره می‌دهد، از نظر شرعی در صورتی که مالک به اصطلاح ممانعتی نداره و شرط نکرده که فقط خود این فرد در اون به اصطلاح مغازه کار بکند، در این صورت اشکال شرعی ندارد و جایز هست که منزلی را یا مغازه‌ای را که به اجاره گرفته به شخص دیگری اجاره بدهد. جزاکم الله خیر. اگر خانمی کودک شیرخوار داشته باشد و کنار اون کودک کنار مادر خوابیده باشد و زیر دست پای مادر قرار بگیرد فوت بکند، کفارش چی است؟ آیا باید 2 ماه روزه بگیرد؟ بله، این جزء مواردی هست که قتل خطا در واقع شمرده می شود. یعنی قتلی هست که به صورت خطایی و این سبب قتل شده، عمدن کاری هست که انجام نگرفته. اگر کسی مرتکب قتل بشود به صورت عمدی، حکمش که جداگانه هست که باید قصاص بشود و در صورتی که مادری در کنار فرزندش خوابیده و خوابش به طور مثال سنگین بوده و در خواب غلطیده، بالفرض اگر مشخص بشود که علت وفات این کودک این بوده که پدر یا مادر بر آن غلطیده بوده، این حکمش همون حکم به اصطلاح قتل خطا هست و کفارش هم همون کفاره قتل خطا هست. یعنی این که آزاد کردن یک غلام در مرحله اول و اگر این که به اصطلاح غلامی که وجود نداره، اما 2 ماه رو به صورت پی در پی پشت سر هم روزه بگیرن، این کفاره قتل خطا هست. جزاکم الله خیر. آقا رضا که گفتن الحمدلله به راه توحید هدایت شدند، سوال پرسیدن که رفت آمد با خواهر و برادرایی و نشست و برخاست و مهمانی رفتن و حتی هدیه و کادو گرفتن از خواهر و برادرایی که کارمند بانک هستند چه حکمی دارد؟ اشکالی نداره. کسی که اگر خویشاوندش به طور مثال مذهبش دیگری هست، ایشون موحد شدند و خویشاوندان شیعه هستند، صرف نظر از این که چه کار و چه شغلی رو دارند، رفت و آمد از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست. احوال پرسی کردن و اکرام کردن، احترام گذاشتن، هدیه گرفتن، هدیه دادن از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی وجود نداره، بلکه یک امر مطلوبی هست و باید که به مواردی که شریعت توصیه کرده که سبب ایجاد مهر و محبت میشوند، این موارد رو انسان باید مراعات بکنه و خصوصا در مورد کسانی که بیشتر نیاز به مهر و محبت دارند تا اینکه یک تألیف قلبی بشه، قلبشون و دلشون
اون بیشتر تمایل پیدا بکنه به طرف توحید و به طرف دین حق، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، بلکه یک امر کاملا مطلوبی هست. و این که به اصطلاح یک فردی کارمند بانک هست و شما مشکوک هستی که این به اصطلاح درآمدش یک درآمد حرامی باشه، این باز هم تفاوتی در حکم نداره. یعنی ولو این که خواهر و برادر شما به اصطلاح کارمند بانک باشند، از نظر شرعی برای شما جایز هست که با اونها رفت و آمد بکنید. اگر هدیه دادند قبول بکنید، بهشون هدیه بدید، و اگر در منزلشون رفتی از غذای اونها استفاده بکنید، ولو این که مال ربوی هست. این مالی که ربوی هست برای خودشون ربوی هست، یعنی خود اون فردی که این مال را از طریق ربا کسب کرده اون گناهکار هست. اما اگر همین فرد همین مال رو به کسی دیگر هدیه داد، این نقل ملکیتی که در اینجا انجام گرفته یک راه صحیح و قانونی هست، این به صورت هدیه انجام شده. یا همین فردی که کارمند بانک هست، یا فرض کنیم که وامی رو گرفته، سود گرفته یا سود داده، این همین سود رو برمی‌دارد میره از سر بقالی و مغازه سر کوچه فرض کنیم برای خودش خرید میکند. آیا برای صاحب مغازه این مال حرام هست؟ قطعا حرام نیست، زیرا که صاحب مغازه یا اون کسی که این مال رو به عنوان هدیه قبول کرده یا به عنوان دستمزد خودش اینو دریافت کرده، این از یک مجرای صحیح و قانونی و شرعی رو دریافت کرده، به صورت هدیه هست، در قالب یک معامله هست. خود این فرد تعاملی با سود نداره، خود این فرد الان سودی رو نگرفته، بلکه یک کاری رو انجام داده و در مقابل مزد گرفته، یک کالایی رو فروخته و در مقابل قیمت اون کالا رو گرفته، یک هدیه‌ای رو از یک طریق به اصطلاح شرعی و قانونی دریافت کرده. این از نظر شرعی اشکال ندارد. شما می توانید هدیه بدهید، می توانید هدیه بگیرید از این افراد، می توانید که اونها رو دعوت بکنید یا دعوتی و غذای اونها رو بخورید، هیچ گونه اشکال شرعی برای شما ندارد و کاملا جایز است. سپاسگزارم از شما. گذاشتن اسم یعنی سدیس بر روی اسم کودک آیا درسته؟ سدیس به اصطلاح یک اسم نیست و که شیخ عبدالرحمن سدیس که این به عنوان یک نوع اسم قبیله هست و فامیل در واقع شمرده می شود و اسمی نیست و چه بسا که از نظر معنی اگر دنبال معنیش هم بگردیم شاید معنی که در زبان فارسی مناسب باشه چون این معنی رو هم نداشته باشه و معنی خاصی رو هم که به عنوان یک اسم باشه نداره. اگر به خاطر محبت با شیخ عبدالرحمن سدیس هست، امام مسجد هست، بهتر است که نام عبدالرحمن رو انتخاب بکنند که رسول الله صلی الله علیه وسلم جز بهترین نامه ها عبدالله و عبدالرحمن و نامه هایی رو که گویای بندگی برای الله متعال هست اینا اولویت داره و سعی بکنیم که اسم عبدالرحمن رو یا عبدالله رو استفاده بکنم، اما خود سدیس رو به عنوان یک نام بنده توصیه نمی کنم. درست، جزاکم الله خیر. در مورد سوال قبل آقا رضا یک سوال دیگه هم پیش میاد که اگر کسی به جایی میره نمیفهمه که مثلا از محتدین نباشن، شیعه باشن، نمیدونه که ذبح غیر الله کرده یا غذای نظری درست کرده، خاطر این چیزا که در شک هست. مواردی که اگر انسان واقعا مطمئن باشه که در یک جایی که دعوت هست یعنی ذبح به غیر نام الله متعال انجام دادن یا نظری رو برای غیر الله متعال انجام دادن که این از نظر شرعی حرام هست و اون یعنی گمان نمی کنم که کسی به اصطلاح یعنی در کشور اسلامی ذبح برای نام غیر الله متعال باشه. اگر به عنوان تبرک باشه که خودش این بازم یک سری به اصطلاح کراهیت‌های در این زمینه وجود دارد، اما بالفرض اگر کاملا مطمئن بود که این گوسفند را برای نام غیر الله ذبح کردن، یعنی در وقت به طور مثال در وقتی که به اصطلاح ذبحش کردن به جای بسم الله الرحمن الرحیم مثلا نام یک فرد رو گرفتن به عنوان تقرب با یک فرد هست، نظر برای غیر الله هست، قطعا چون این چیزی حرام هست، انسان نباید چون این غذایی رو در واقع بخورد. اما صرفا به خاطر احتمالی که وجود دارد این بر انسان حرام نمی شود، یعنی احتمال دارد که فلان خانواده گوشتی رو که فرض کنیم که حرام باشد استفاده بکنن، صرفا به صورت یک احتمال هست، این حرام نیست، یعنی رفتن در منزل اون فرد و خوردن غذا حرام نیست، اما در هر صورت احتیاط بهتر هست. اما به این که ما حکم صادر بکنیم که چون که احتمال دارد و یک گمانه هست که گوشتشون حرام باشه و نمیدونم غذایشون یک غذای حرامی باشه، صرفا به خاطر یک احتمال این حکم حرمت رو نمیشه ثابت کرد. اصل بر حلال بودن هست، اصل بر این است که مردم در یک جامعه‌ای که مسلمان هستند ذبیحهشون حلال هست و ذبیحه رو به نام الله متعال ذبح کردن، به نام غیر الله متعال ذبح نمیکنن. اما اگر ثابت شد فعلا و عملا که یک فردی برای غیر الله ذبح کرده
کرده، نام غیر الله رو برده، چون این غذای حرام هست و استفاده کردن از آن جایز نیست. و بالفرض اگر کسی رفته بود در یک جای مهمانی، فرضاً گمان بکنیم و یعنی فرض رو بر این بگذاریم که اون گوسفندی غذایی که به این فرد دادن حرام بوده، گوسفند رو به نام غیر الله ذبح کرده بودند و این فرد نمیدانسته، چون که نمیدانسته بر اون گناهی نیست تا زمانی که انسان یک چیزی رو دیده و دانسته انجام ندهد. یعنی قطعاً برایش ثابت نشده باشد که این گوشت حرامی هست و باز اون خورده باشد، در این صورت حکم شرعی بر اون در واقع اجرا نمیشه و مرتکب گناهی نشده و هیچ گونه گناه و معصیت و مجازات شرعی در این زمینه ندارد، در صورتی که نمیدانسته که این گوشت بالفعل گوشت حرامی هست، گناه و معصیت برگردنش ثبت نمیشه. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که از استرالیا هم تماس گرفتن و هجرت کردن به استرالیا، گفتن که در نظر شرعی خواستن یک توضیح مفصلی در مورد هجرت به سرزمین‌های غیر اسلامی بدن شد. به صورت کلی انسان باید یعنی مواظب و مراقب ایمان خودش باشه که الله متعال به خودش و خانواده خودش حسن خاتمه رو نصیب بکنه و برای اینکه انسان بتونه که دین خودش رو نگه داره و خانواده خودش رو خانواده مسلمان به اصطلاح بار بیاره و خودش یعنی حسن خاتمه نصیبش بشه و خودش با مسلمانان زندگی بکنه، رفت و آمد بکنه و در شاعر اسلامی رو به صورت به اصطلاح صحیح و درست و سر وقت و آزادانه انجام بدهد، انسان باید سعی بر این بکند که در یک کشور اسلامی که همه مردم مسلمان هستند و آزادانه میتوانند که احکام شرعی رو عمل بکنند و هیچ گونه خطری به اصطلاح خودش یا فرزندانش رو در آینده تهدید نمی کند، باید در چنین جایی سکونت بکند. اما اگر کسی یعنی بنابر یک مصلحتی دیگر و از خودش مطمئن هست که خودش یا فرزندانش فرض کنیم که به کفر گرایش پیدا نمی کنند و سبب نمی شود که خودش یا فرزندانش از دین زده بشوند یا کافر و مرتد بشوند، بنابر یک مصلحتی در یک کشور غیر اسلامی زندگی می کند و یا اینکه در این زمینه خودش هم میتواند ایفای نقشی بکند با گفتار خودش، با رفتار خودش و با دعوت خودش یک داعی و دعوتگر باشد که در یک به اصطلاح کشور غیر اسلامی رفته، در این زمینه اشکالی وجود نداره و جایز هست. یعنی بنابر ضرورت و مصلحت شرعی جایز هست که انسان در یک کشور غیر اسلامی زندگی بکند. اما اگر زندگی کردن در یک کشور غیر اسلامی به معنی از بین رفتن دین هست، از بین رفتن اخلاق خودش هست، اخلاق و دین خانوادهش هست، به هیچ عنوان برای یک فرد مسلمان جایز نیست که خودش را و فرزندان خودش را در معرض کفر و فساد قرار بده. درست. جزاکم الله خیر. و اگر در اینجا فوت بکند آیا با کافرین هشت میشه یا مسلمان؟ در واقع هر کسی که یعنی سعی بکنن اگر در یک جایی که به اصطلاح مسلمانان هستن، در یک جایی که مخصوص مسلمانان باشد، قبرستانی که مخصوص مسلمانان هست، باید مرده رو در اونجا دفن بکنن. بالفرض اگر اتفاق افتاد که کسی رو در یک به اصطلاح قبرستانی که مال عمومی هست، یعنی مسلمان و غیر مسلمان در اونجا دفن هستن و چاری نبود جز اینکه در اونجا دفن بکنن، هر کسی بر اساس ایمان و عقیده خودش در واقع محشور می شود. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که منکر اجماع چه حکمی دارن؟ در مورد خود به اصطلاح اثبات اجماع یعنی بسیار یعنی شاید سخت باشه که این قضیه رو به صورت اجماع قطعی و 100% بتونیم حکمش رو صادر بکنیم. و موارد بسیار زیادی هستند که اجماعی هستند، اما چه بسا که در برخی از موارد این اجماع قطعی و 100% نباشد، اجماع ظنی باشد، یا کسی که به اصطلاح معتقد به اجماع هست، این اجماع رو بیان کرده، شاید تحقیق کاملی در این زمینه انجام نداده. به خاطر این است که در میان اصولی ها خود این اجماع دارای مراتبی هست. یعنی برخی از مراتب اجماع قطعی هستند، برخی از مراتبش اجماع به اصطلاح ظنی هستند، یعنی 100% ثابت نیست که در این زمینه اجماعی صورت گرفته باشه. برخی از علما گفتن در صورتی که اجماع یک اجماع قطعی باشد، یعنی امت اسلامی و اصحاب رسول الله و صدر اول بر یک حکم قطعی اجماع نظر داشته باشند بدون اینکه در واقع مخالفی
قطعی داشته باشد، گفتند که به اصطلاح رد کردن چنین این اجماع یک حکم شرعی شمرده می شود و یک مستند و دلیل شرعی هست و رد کردنش هم در واقع کفر شمرده می شود. و امام الحرمین امام جوینی رحمت الله علیه اینو به اصطلاح رد کردن، گفتند که شاید که این اجماع نتونه که یک اجماع قطعی و یقینی باشه، شاید به این معنی که هر اجماعی که باشه بازم احتمال دارد که به اصطلاح ظنی باشد. منتها ایشون تصریح کردن بالفرض اگر یک فردی به این نتیجه رسیده باشد، امام الحرمین میگوید اگر که یک فردی به این نتیجه رسیده باشد که این اجماع قطعی هست، برایش کاملا ثابت شده باشه که صحابه و علمای صدر اسلام بر این اجماع یعنی اجماع دارن بر فلان حکم و قطعا این برایش ثابت شده و خودش از روی عناد این رو رد میکند، خب این به معنی به اصطلاح کفر هست، یعنی ترک کردن اجماع امت اسلام هست که امت اسلام بر غیر به اصطلاح حق اجماع نخواهند کرد. وقتی که اجماع کردند و این اجماع رو رد میکنند به معنی رد کردن به اصطلاح یک حکم شرعی هست. این مورد رو امام جوینی رحمت الله علیه هم گفتند که به اصطلاح کفر شمرده میشد. اما اجماع های دیگری که اجماع های ظنی هستند و یعنی ثابت نیست این اجماع، یعنی یا اینکه دقیق نیست گفتن این اجماع و حکمش یک اجماع ظنی هست، در این صورت به اصطلاح این به هیچ عنوان منکر اجماع ظنی کافر شمرده نمیشه. جزاکم الله خیر. اگر بادی از انسان خارج شود، آیا لباسی که این شخص پوشیده است آن لباس بی‌نماز می شود یا نه؟ باد که از شکم خارج بشود این یکی از شکننده‌های وضو هست. بالاتفاق ما خرج من السبیلین، به اتفاق علما و مذاهب اهل سنت و الجماعت جز شکننده‌های وضو شمرده می شود، اما به هیچ عنوان به اصطلاح به معنی نجاست نجس شدن لباس نیست. خود این به اصطلاح خروج باد یکی از شکننده‌های وضو شمرده می شود، اما به عنوان نجس کننده لباس شمرده نمی شود. و بالفرض این هم که یعنی تصور بکنیم، فرض بر این بگذاریم که لباس به طور مثال اگر لباس خیسی باشد یا لباس خشکی باشد، در هر دو صورت اگر باد شکم به آن اصابت بکند در هر دو صورت این لباس نجس نمی شود و نماز خواندن با اون لباس از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و کراهتی رو هم ندارد. جزاکم الله خیر. اگر یک شخص زن دوم بگیرد، طبیعتا زن اول بی‌طاقت و ناراحت می شود، این کار چه کنه؟ اگر که به اصطلاح زن اولش رو خیلی دوست دارد، نمیخواهد که به قول ایشون بی‌طاقت بشود، ناراحت بشود و خود ایشون هم نیازی به زن دوم ندارند، پس همون زنی رو که براشون عزیز هست سعی بکنند که به اصطلاح احساساتش رو جریحه دار نکنند به صورت اصلی و اساسی. اما اگر واقعا نیاز دارند برای اینکه تجدید فراش بکنند و یک مجددا ازدواج بکنند و یک نیاز شرعی میبینه در خودش، یا به خاطر اینکه زن اولش یک مشکلی رو داره یا خودش واقعا از نظر شرعی نیاز به همسر دوم دارد، این یک امر جایز و حلالی هست در شریعت اسلامی که هر مرد میتواند با توجه به شرایطی که در این زمینه هست میتواند که 4 زن بر حسب نیاز و شرایط خودش به اصطلاح بیشتر از یک همسر داشته باشد. منتها در این زمینه باید حقوق و مسائلی رو که به عنوان حق به اصطلاح زن مشخص شده اینها رو باید مراعات بکنن، یعنی عدالت بکنن در میان همسران خودش، یعنی در مبیت یعنی شب گذراندن وقتش رو تقسیم بکنن. اگر یک شب پیش خانم اول هست یک شب پیش خانم دوم باشد، اگر 2 شب اونجا هست 2 شب پیش خانم دوم باشد و مراعات بکنن در این زمینه. نان و نفقه هر یکی رو به اندازه نیاز خودش پرداخت بکنه، به هر اندازه‌ای که نیاز دارند خودش و بچه‌هاشون، و برای هر یکی مسکنی در خود اون خانم و همسر تأمین بکنه. اینا جز مواردی هستند که باید این عدالت رو در این زمینه مراعات بکنه. اگر در صورتی که شما نیاز دارید و توانایی عدالت رو دارید و همسر دیگری رو انتخاب کردید، مجددا انتخاب کردید، سعی بکنید که با اون همسر اولتون تا جایی که برایتون میسر هست با حکمت برخورد بکنید، با سعه صدر برخورد بکنید، زیرا که هم یک انسانی هست آزرده خاطر شده و به خاطر اگر این که ناراحت شده با شما حرفی زده، این دلیل بر دشمنی نیست، بلکه برعکس دلیل بر محبت هست، چون که دلش برای شما میسوزد، چون که با شما عشق دارد، محبت دارد، حساسیتی رو نشون میده از خودش و این
طبیعی هست در میان زنان و از این به این خاطر شما نباید ناراحت باشید. منتها تا جایی که براتون ممکن هست باید خوش رفتاری بکنید، زن را توجیه بکنید که این بر اساس یک نیاز شرعی بوده که شما این کار را انجام دادید و زنها هم باید این مورد را تا جایی که براشون میسر هست باید با این کنار بیان. اگر واقعا یعنی شوهر یک خانومی نیاز داشته باشه، چه از نظر عاطفی چه از نظر جنسی و جسمانی نیاز به این داشته باشه، خب به جای این که سراغ یک فرد نامحرم برود و مرتکب گناهی دیگر بشود، همان بهتر که شما رضایت بدهید که برود با یک زن دیگر که حلال هست و با اون ازدواج بکند. حداقلش این است که شما مطمئن هستید که میدانید که شوهر شما غیر از شما با یک زن دیگر که زن دومش هست با اون ارتباط داره. دیگه این مرد دنبال راه حرام در واقع نمی رود. اما در هر دو صورت هم زن و هم مرد در این زمینه باید طبیعت همدیگر را، سرشت و احساس و عاطفه همدیگر را کاملا باید مراعات بکنند. سپاسگزارم از شما. بیننده پرسیدن که وقتی که انسان در نماز ایستادد برای رفتن به سجده اگر قبل از زانو گذاشتن دستها رو بگذارد درست است؟ در این زمینه هر دو مورد جایز هست. از نظر شرعی هر دو مورد جایز هست که در هنگام رفتن به سجده انسان اول دستها را بگذارد یا اینکه اول پاها را بگذارد، یعنی به ترتیب اعضایی که به زمین نزدیکتر هستند به همین ترتیب به زمین برود و عکس اون دوباره وقتی که میخواد از سجده برخیزد این عکس اون برخیزد. این وقتی که به سجده میرود اول زانوها را بگذارد، بعد نوبت دستها میرسد و بعد نوبت به اصطلاح چهره و پیشانی میرسد. و نظر جمهور علما در این زمینه این هست، مذهب امام ابو حنیفه، امام شافعی رحمت الله علیه، مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین این است که اعضایی که به زمین نزدیکتر هستند اول اونها رو باید بر روی زمین بگذارند. این اول باید زانوها گذاشته بشه، بعد در مرحله دوم دسته ها و بعد از آن صورت گذاشته بشه. و به اصطلاح دلیلشون هم روایتی هست که از وائل ابن حجر در این زمینه روایت شده که میگوید که من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدم که وقتی که سجده میکردن وضع رکبتیه قبل یدیه، که اول این رکبتین رو، زانوها رو قبل از دسته ها میگذاشتن و اذا نهض رفع یدیه قبل رکبتیه، وقتی که از سجده برمیخواستن دسته های خودش رو قبل از رکبتین بلند میکردن، یعنی به این ترتیبی که بنده عرض کردم. این روایت به اصطلاح روایت صحیح هست. برخی از علما مانند امام حاکم اینو تصحیح کرده و امام ذهبی رحمت الله علیه هم به اصطلاح اینو تأیید کرده صحت این روایت رو که امام حاکم در اینجا حرفشون درست است. و حتی امام ترمذی رحمت الله علیه وقتی که این روایت رو ذکر کردن و بعد از اون میفرماید که اکثر علما نظرشون بر این هست، این عمل بیشتر علما هم در واقع بر این هست. منتها با توجه به برخی از اشکالاتی که داره که به خاطر انفرادی که در این زمینه وجود داره، شیخ البانی رحمت الله علیه معتقد است که این روایت ضعیفی هست. و در مقابل مذهب امام مالک رحمت الله علیه به اصطلاح این هست که ابتدا انسان دسته ها را بر روی زمین بگذارد. روایتی در این زمینه هست در سنن ابو داود و در سنن نسائی اومده که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، وقتی که میخواید سجده بکنید مانند شتر به زمین نخوابید یا به زمین نروید. این اصل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، مانند سجده مانند شتر به زمین نروید. ولیضع یدیه قبل رکبتیه، جمله مورد استشهاد اینجا ولیضع یدیه قبل رکبتیه، باید که دستها را قبل از زانوها بر روی زمین در واقع بگذارد. الان این جمله‌ای که در اینجا هست که فلا یبرک اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، این رو رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع هیئت رفتن به زمین رو یعنی تشبیه دادن به شتر که شما مانند شتر به زمین نروید. و در روایات متعددی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو از مشابهت با حیوانات در هنگام نماز منع کردن. به طور مثال فرمودند که مانند سگ اکرمکم الله شما این در هنگام سجده خودتون رو پهن نکنید، یعنی این قسمت آرنج رو و ساعد رو بر روی زمین نگذارید. یا نهی شده که مانند
خروس مثلا نوک نزنید به زمین و از مشابهت با حیوانات منع کردن. در این روایت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم از مشابهت با شتر در کیفیت رفتن به سجده ما را منع کرده که فلا یبرک کما یبرک البعیر، مانند شتر به سجده نروید. امام مالک رحمت الله علیه از جمله آخر این روایت استدلال کردند که ولیضع یدیه قبل رکبتیه، که در اینجا صراحتا اومده که دسته ها را قبل از زانوها بر روی زمین بگذارد. اما عملا وقتی که ما میبینیم که شتر به سجده میرود، به زمین میخوابد، شتر در مرحله اول قسمت جلوی به اصطلاح بدن خودش رو بر روی زمین میخواباند و نهایتا قسمت عقبش بر روی زمین قرار میگیرد. این هیئت است و نهی که در این روایت اومده نهی از هیئت و شکل ظاهری این عمل است. به این خاطر است که شیخ ابن قیم رحمت الله علیه نظرش در مورد این حدیث این است که در این حدیث یک قلبی صورت گرفته، یعنی یک به اصطلاح جابجایی صورت گرفته در این حدیث که این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن ولیضع یدیه قبل رکبتیه در اصل بوده ولیضع رکبتیه قبل یدیه، به خاطر اینکه این جمله آخر با جمله اول یعنی اون تشبیه هیئت ظاهری با شتر هماهنگ باشد. روایت باید اینطور باشه که شما مانند شتر به زمین نروید، شما برعکس شتر ابتدا پاهایتان را و بعد دستهایتان رو بر روی زمین بگذارید. این نظر علامه ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه هست. منتها مذهب امام مالک رحمت الله علیه همون قسمت آخر حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ولیضع یدیه قبل رکبتیه، همون گونه که امام ترمذی رحمت الله علیه فرمودن. اکثر علما و مذاهب اهل سنت و الجماعه نظرشون بر همون قول اول هست، یعنی انسان اول زانوها رو بگذارد و بعد از آن دستها رو بگذارد و وقتی که از سجده بلند می شود برعکس این حالت بلند بشود. اما در هر دو صورت هر دوتا جایز هستند. اگر کسی بنابر نیاز خودش اول مجبور است که با دستها به سجده برود یا مجبور است که با دستها از سجده بلند بشود، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بنده گفتن که درباره نماز وتر سوال کردن که آیا نماز وتر در یک سلام خوانده میشود یا در دو سلام؟ هر دو صورتش در فقه اسلامی وجود داره. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که نماز وتر اولاترش و بهتر که 3 رکعت هست و نزد جمهور هم اولاتر و حداقلش همون که به اصطلاح بهتر هست همون 3 رکعت است، گرچه در نظر جمهور 1 رکعت هم به اصطلاح جایز هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز وتر 3 رکعت هست و با 1 سلام و 2 تشهد خوانده می شود. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. اما در مذاهب دیگر در صورتی که انسان بخواد 3 رکعت بخواند به صورت نماز وتر، 3 رکعت رو با 2 سلام بخواند بهتر هست. 3 رکعت با 2 سلام یعنی 2 رکعت بخواند، سلام بدهد به صورت شفع و 1 رکعت دیگر اضافه بکند، یا اینکه 3 رکعت را وقتی که میخواند مشابه با نماز مغرب نخواند و 3 رکعت را با 1 سلام و 1 تحیات بخواند. هر دو صورتی رو که خوندید انشالله اشکال نداره و خصوصا کسی که به اصطلاح پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست همون 3 رکعت با 1 سلام و 2 تحیات در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اومده. اما با توجه به روایاتی که در این زمینه از روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که اگر که به صورت 2 سلام بخواند اولاتر و بهتر و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر است. سپاسگزارم از شما. برای کفاره قسم که اطعام طعام به 10 مسکین باشد، باید این 10 نفر را مسکین که میخواد غذا بدهد 1 روز کامل صبحانه نهار شام بدهد یا 1 وعده هم درست؟ نه، 1 وعده کفایت میکند. کسی که کفاره قسم هست باید 10 مسکین را غذا بدهد و این 10 مسکین غذا دادن 1 وعده هست. یعنی شما صبحانه دعوتشون بکنید یا نهار یا در واقع چاش سعی بکنید یه غذای به اصطلاح محترمانه باشه بهتر. معمولا اون غذایی که خودتون استفاده میکنید یا یه غذای بهتر و برتری باشه این اولویت داره. منتها 1 وعده کفایت میکند. 1 صبحانه یا 1 نهار یا 1 شام کفایت میکند. درست. جزاکم الله خیر. شخصی اگر پولی در مغازه گذاشته به عنوان یک سهمی از مغازه و اون شخص این صاحب مغازه هم یک سودی رو برای کسانی که پول گذاشتن مشخص کرده، ایشون اگه بگه من سود رو نمیخوام، یعنی سود مشخصی درصد مشخصی، هر چیزی که از فایده پولم هست رو میخوام، آیا این درسته یا نه؟ اگر سوال این بیننده به این صورت، گرچه سوالم یک مقدار ابهام داشت،
اگر یک پولی رو مثلا دادید شما به مغازه یا بقال سر کوچه‌تون که با اون کار بکنه و این پول رو دادید که در مقابل به اصطلاح این یک سود درصد مشخصی رو به شما بدهد، این از نظر شرعی اشکال ندارد، درسته. شما به طور مثال 10 میلیون دادید به صاحب مغازه که کار بکند و با اون شرط کردید که از این 10 میلیون سودش مثلا 50% مال شما 50% مال من باشه، یا مثلا 70% مال شما و بقیه مال من باشه، به هر صورتی که با هم دیگر توافق کردن، به صورت درصدی هست. یعنی مبلغی رو مشخص نکردن، پولی رو داده به یک طرف که کار بکنند و در مقابل گفتند که یک بخشی از این فایده رو به من بده. الان اگر این پول بیشتر کار کرد، درآمد و سودش بیشتر بود، خب قطعا سهمیش بیشتر می شود. اگر کمتر کار کرده بود، سهمیش در واقع کمتر می شد. همون مقداری رو، چند درصدی رو که تعیین کردن، همون درصد رو از صاحب مغازه برای خودش دوباره می گیرد. این از نظر شرعی اشکالی نداره و کاملا جایز هست. اما این که پول رو بدهد و در مقابل یک مبلغ مشخص رو تعیین بکنه که این 10 میلیون رو بگیر شما با این کار بکن، من دیگه کاری ندارم که این 10 میلیون با شما کار میکند یا کار نمیکند، من ماهانه از شما به طور مثال 100,000 میخوام، ماهانه 100,000 مبلغ رو مشخص بکنه، 100,000 50,000 کمتر بیشتر، این مبلغ رو من از شما میخوام. پول من بیشتر کار کرد مال خودت، کمتر کار کرد تو باید این مبلغ رو به من بدید. این از نظر شرعی جایز نیست و حتما باید وقتی که مالی رو به یک کسی دیگر به عنوان مضاربه دادین که برای با اون کار بکند، باید به صورت درصدی تعیین بکنن سود را که به صورت نصف باشه، 1/3 باشه، هر صورتی خودشون توافق کردن باید درصد مشخص باشه. اما این که مبلغی رو دو طرف برای خودشون تعیین بکنن که صاحب پول مثلا بگه که 100,000 به من بده یا اون صاحب مغازه بگه من 100,000 برای خودم برمی‌دارم هرچی مان به تو میدم، این از نظر شرعی جایز نیست و جزء معاملاتی هست که منجر به اختلاف و درگیری خواهد شد. درست. جزاکم الله خیر. چند نفر از بینندگان از طریق فیسبوک سوالاتشون رو پرسیدن و بیننده پرسیدن اگر شخصی در زمان کودکی در سن 9 سالگی مرتکب قتل شده باشد و الان که بزرگ شده است، هدایت شده، توبه کرده، انسان صالحی هست، باید چه کار کنه؟ در چنین موارد اون به اصطلاح یعنی سعی بکنه اون کسانی رو که هستند، یعنی خصوصا الان که گرچه در اون زمان انسان به اصطلاح بالغ نبوده و اگر واقعا اون اطراف یعنی میتوانند که ببخشند یا اینکه این فرد میتونه که دیهش رو به صاحبانش برگردونه، من توصیه میکنم که با یک راهی مثلا سعی بکنه که این دیه رو به اون صاحبان به اصطلاح مقتول اگر میتونه بازگردونه. درست. جزاکم الله خیر. اگر مردی با یک زن بیوه ازدواج بکند در روز قیامت با آن زن با کدام یک از شوهرها خواهد بود و تکلیف شوهری که زن با اون نیست می شود؟ نظر بیشتر علما در این زمینه این است که در صورتی که یک زنی در دنیا 2 مرتبه ازدواج کرده باشه با اون شوهری که یعنی دومی بوده و آخری هست، در روز قیامت با اون در واقع خواهد بود و برخی از علما هم نظرشون در این زمینه این است که اون شوهری که اخلاقش بهتر هست و دیانت و ایمانش بیشتر هست با اون خواهد بود و وقتی که به اصطلاح اگر زن و شوهر هر دوتا اهل بهشت بودند و مسلمان و موحد از دنیا رفتن، وقتی که به قیامت و به بهشت که بروند قطعا الله متعال اونها رو آنچه را که میخواهند و آنچه را که رضایت دارند انشاءالله همه را به رضایت میرسونه و میتوانند هر چی را که خواسته باشند انشاءالله به دست بیاورند. درست. جزاکم الله خیر. دراز کردن مو و بستن آن برای مردها چه حکمی دارد؟ به صورت اصلی دراز گذاشتن مو و یعنی کوتاه نکردن مو برای زنان برای مردان از نظر شرعی اشکالی ندارد. می توانند تا هر مقداری که خواسته باشند موی خودشون رو نگه دارند و رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا موی خودشون رو بلند نگه می داشتند، یعنی گاه وقتی موی ایشون در حد مساوی با یعنی لاله گوش بود و احیانا گاهی وقت هم شاید به شانه هایشون می رسید، یعنی این از نظر شرعی اشکال و ممانعتی رو نداره. منتها گره زدن مو مانند این که به اصطلاح رسم و رواج زنها هست و گیسو میکنند، این مناسب یک مرد نیست و خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم از گره زدن مو خصوصا در هنگام نماز یا گره زدن و بالا زدن لباس در هنگام نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع من فرمودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کردند اگر کسی واقعا مو دارد و موی خودش رو نگه داره این مو رو به اون رسیدگی
رسیدگی بکند و این از نظر شرعی اشکال ندارد که یک مرد موی خودش رو یعنی بلند بگذارد. منتها در این زمینه انسان باید همیشه مراعات بکند که در میان جامعه انگشت نما نباشد. اون چیزی که عرف و عادت هست، اون چیزی که جامعه اون رو قبول میکند، اون چیزی که جامعه اون رو بد نمیداند، در اون حد انسان باید به موی خودش رسیدگی بکند. جزاکم الله خیر. خوردن گوشت مرغی که از کشورهای غربی و آمریکا می آید و روی آن نوشته از حلال چه حکمی دارد؟ اگر واقعا یعنی وارد کننده این شرکت ها که معمولا در خود اون پاکت های گوشت های وارداتی در واقع ذکر شده که مثلا توسط فلان شرکت این غذا یا این گوشت مثلا وارد شده، اگر اطمینان دارند به اون شرکت یا نماینده اون شرکت و مطمئن هستند که این گوشت حلالی هست، می توانند از آن استفاده بکنند. اما اگر مطمئن هستند که قطعا حرام هست و چون این شرکتی وجود نداره یا این شرکتی که به اصطلاح این گوشت را وارد میکنند معروف هست که به اصطلاح در کارش تخلف وجود داره، گوشت حرام را به عنوان گوشت حلال در واقع معرفی میکند، یا این برچسبی که زدند که حلال هست این برچسب غیر واقعی هست، در این صورت انسان باید پرهیز بکند از خوردن چنین گوشت‌هایی. و خصوصا در هر صورت وقتی که شما شبهه‌ای در یک غذایی دارید یا در یک گوشتی که وارداتی هست شبهه‌ای هست و نمونه اون و جایگزین اون در جامعه وجود داره، بهتر است از گوشت‌هایی که در کشورهای اسلامی در واقع تولید شده انسان باید استفاده بکند. در مورد گوشت‌هایی که از کشورهای خارجی و غیر اسلامی وارد می شود، اگر واقعا نماینده شرکتی که به اصطلاح انسان مؤمن و متعهدی هست، شما می توانید که بنا بر حرف اون در واقع از این گوشت‌ها استفاده بکنید و اگر اعتماد ندارید همان بهتر که اصلا از این گونه گوشت‌ها استفاده نکنید. این احتیاط بهتر هست. درست. جزاکم الله خیر. چند سوال دیگه مونده، اگر مختصر جواب بدین. شخص مقیم اگر به یک مسافر اقتدا بکنه در نماز 2 رکعت باقی میمونه در نماز 4 رکعت چیکار کنه؟ وقتی که شخص مقیم به یک مسافر اقتدا بکند، حکمش این است بعد از این که مسافر نماز خودش رو تمام کرد، 2 رکعت رو خوند و سلام داد، این مقیم گویا که به نماز نرسیده، 2 رکعت بلند بشود و 2 رکعت دیگر بخواند، نمازش رو کامل بکنه. درست. آیا در نمازهای سنت فقط باید سوره کافرون و اخلاص خوانده شود یا سوره دیگر هم درست؟ نه، در هیچ نمازی یک سوره مشخصی یعنی تعیین نشده که حتما باید این سوره را خوانده بشه و در نمازهای سنت یا نمازهای فرض شما کاملا اختیار دارید، هر چی را و هر سوره ای را که بلد هستید می توانید بخوانید. یک به اصطلاح آیه بلند باشه یا 3 تا آیه کوتاه یا یک سوره باشه، هر چی که برای شما میسر هست و می توانید از نظر شرعی اون قسمت را باید بخوانید. لازم نیست که حتما باید سوره کافرون یا سوره اخلاص خونده بشه. جزاکم الله خیر. اگر کسی نزدیک به غروب خورشید که هنوز خورشید غروب نکرده به مسجد برود، آیا تهیه مسجد بخونه درسته؟ نظر جمهور علما در این زمینه این است که اگر واقعا در هر وقت به اصطلاح دقیقاً وقت غروب آفتاب هست که سر وقت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودند که یعنی دقیقاً در وقت طلوع آفتاب، در وقتی که استوا هست، آفتاب وسط آسمان هست و دقیقاً در وقت غروب که نصف قرص خورشید غروب کرده و نصفش هنوز غروب نکرده، این جزء اوقات ممنوعه هست. در این اوقات صبر بکند، یک اندکی صبر بکند و بعد از آن که این وقت ممنوع خارج می شود و بعد از آن در واقع نماز تحیت المسجد را بخواند. اما اگر بعد از عصر هست، یعنی بعد از عصر تا قبل از غروب باشه، یعنی خورشید در یعنی بگونه نیست که نصف خورشید غروب کرده باشه و نصفش مانده باشه، در اون صورت نمازهایی که ذات الاسباب هستند یعنی تحیت الوضو و تحیت المسجد از نظر شرعی اشکال نداره و درست هست. جزاکم الله خیر. در زمان حال حاضر که خیلی از مادرها در مورد جهاد چیزی نمیدانند، آیا اذن از مادر گرفتن برای جهاد هنوز شرطه؟ لازم نیست که به اصطلاح مادر عالم باشه تا اینکه به اصطلاح این اذن جهاد رو صادر بکنه پدر و مادر. یعنی پدر و مادر بر اساس نیاز خودشون که به فرزند خودشون نیاز دارن در واقع این تصمیم را میگیرند، ولی اینکه از حکم شرعی در این زمینه اطلاعی نداشته باشند. در صورتی که جهاد فرض کفایه باشه، یعنی فرض عین نباشه و نفیر عام نباشه، اجازه پدر و مادر حتما لازمی هست. سپاسگزارم از شما، خسته نباشین. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جئت لكي أدري لأزيل
صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالي